بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله رب العزت انسان را اشرف المخلوقات آفریده است و موجودی که عاقل هست و عقل داده به انسان، دانش داده است به انسان، کرامت داده، حرمت داده است. محترم آفریده موجودات را و همه جهانیان را الله تعالی روی حکمت و روی علمش خلق کرده، به وجود آورده. هیچی اینجا اضافه نیست. هیچ موجود را الله تعالی بدون حکمت خلق نکرده. همه چیز روی حکمت. حالا حکمتش را ما بدانیم یا ندانیم، خیلی چیزها هست الان که گذشتگان حکمت اونها را نمیدانستند، ولی مردم امروز، جهان امروز میدانه که در این موجودات، مخلوقات، چه حکمت هایی وجود داره. بسیاری چیزا مردم میگه این الله برای چه آفرید، بعضی میگه ما را برای چه الله خلق کرد. ولی در آفرینش و خلقت بشر، ما و همه موجودات حکمت موجود هست. و رب العالمین که بشر آفریده و این جهان را، آنطور که از نصوص معلومه، هم زمین را و هم آسمان را برای انسان آفریده است. تمام آنچه که بالای سر ما هست، از نظام خورشید و منظومه ماه و خورشید و همه این منظومات، همه ستارگان و کهکشان ها و همه آنچه که در بالا الله تعالی آفریده و آسمان ها را آفریده، زمین آفریده، کل اینها برای منافع انسانه. انسان سود و منافع کلان و بزرگ در این موجودات داره و از روی حکمت الله تعالی این را آفریده است. دو چیز مهمه که الله تعالی در نظر داشته برای بشر و ما باید
نگاه رب العالمین نگاه کنیم که الله چه در نظر داره برای بشر، برای انسان. و ما میبینیم که هم الله تعالی تمام ابعاد نیازهای ما را و ضرورتهای ما را و تمام ابعاد این نیاز و ضرورتها را الله در نظر داره. هم بعد مادی و نیازهای دنیوی و اینها را هم الله کامل در نظر گرفته است و هم بعد معنوی را، چرا که انسان الله تعالی داره دو بعد کرده، هم بعد مادی داره و نیازهای روز داره، نیازهای دنیوی را داره. اینها را هم الله تامین کرده است بسیار با حکمت و دانش. و هم نیازهای معنوی انسان را، تربیت معنویش را، تزکیه‌اش را، اصلاحش را، وارستگیش را، شایستگی معنوی را و شایستگی ظاهری همه را الله در نظر داره. و این ارحم الراحمین و این احکم الحاکمین و این خدای مهربانه که هرچه اسباب نیاز مادی ما هست و نیاز روز ما هست همه چیز را سر سفره ما آورد. دیگه آدمی سفره را نگاه میکنه، مخصوص سفره ماه رمضان، ماشاءالله سفره بالاخره همین ایام سال و سفره هفتین میچینن بالاخره و سفره های افطاری و رمضان همه چیز سر سفره الله تعالی آورده که بشر نمیتونه این سفره را بخوره همه را، ولی بالاخره همین نگاهش هم و این نعمت پروردگار است. میوه فروشی برید شما نگاه کنید که انواع میوه ها چیده و وقتی فروشگاه برید که مواد غذایی میدهد ببینی انواع مواد غذایی، انواع لبنیات، انواع لباس. وقتی که به مغازه لباس فروشی برید، پارچه فروشی برید، اینها نیاز بشرند که الله تعالی تامین کرده، از بعد معنوی در نظر گرفته، از بعد مادی در نظر گرفته، همه چیز الله تدارک دیده. وقتی که شما نگاه می کنید که ماه رمضان می آید و ذکر قرآن می آید، شما ببینید در قرآن الله تعالی تمام تعلیمات که برای بشر لازم داده است و از هر بعد انسان در نظر گرفته، از لحاظ اعتقاد، از لحاظ اخلاق، از لحاظ عمل کرد، از تمام ابعاد الله وارد شده در قرآن که ما را بسازه از لحاظ بعد معنوی. تو همین ماه رمضان بود، جمعه اسبق بود شاید که بالاخره همزمان با تمام شدن نماز باران شروع شد و رعد و برق شروع کرد. این بوده عرض کنم که همه مادی از یک طرف باران رحمت، باران ظاهری، برف میریزه، باران میریزه و روزی این همه روزی که نازل میشن بر سر ما. خدا اینا رو به عنوان رزق هم در قرآن یاد میکند. و از طرف دیگه باران معنوی قرآن عظیم الشان، باران معنوی او بر روح نازل میشه و بر معنویت ما که ما را از بعد معنوی بسازه، از بعد مادی ما را در نظر گرفته الله در قرآن و ما را راهنمایی کرده و هدایت داده است. و هم دنیای ما را، معیشت ما را در نظر داریم، لباس ما را، پوشش ما را و
از هر بعد الله تعالی در ابعاد معنوی و هر بعد در ابعاد مادی الله تعالی در نظر گرفته. چه نگاهی وسیع رب العالمینه، چه نظر بلند پروردگاره. بسیاری تنگ نظران که میگن آقا دین دنیا نه. یک بند خدای رو زمانی که طالب العلم بودیم مرا چند نفر طالب العلم با ماشین یک جای رسون، ما دعای کردیم که الله تعالی دنیای تو را و دین. گفت که نه برای دنیای من اصلا دعا نکنید، دنیا میگذاره برای دی آخرت من دعا کنید. و ای هم نه، بالاخره هم دنیا اول دنیا عاجله است و بالاخره اون نعمت ها آخرتن، در آخرت میرسن، بهشت در آخرت، در دنیا نیست. دنیا هم الله در نظر گرفته، آن حضرت برای دنیای مردم دعا کرده، برای روزی مردم دعا کرده، برای دین مردم هم دعا کرده است. و وقتی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم تشریف میارن در مدینه منوره و مهاجرم میآیند، انصار هم هستن اونجا، باغات مدینه، کشاورزی مدینه محدود بوده و مردم گرسنگی کشیدن. در مکه گرسنه بودن، در مدینه گرسنه بودن، ولی با مدیریت آن حضرت صلی الله علیه وسلم، با توجه آن حضرت، با دعاهای آن حضرت، الله همه صحابه رسیل کرد. اینها اقتصاد و معیشتشون خوب شد، سیر شدن. دنیای این از لحاظ اخلاقی ساخت، از لحاظ اعتقادی ساخت، از لحاظ معنوی اینها بالاترین اولیاء الله نه زمان شده، بلکه اولیاء الله دنیا جهان شده. و چنان اینا را حضرت ساخت و ظرفیت اینها گرفتن از دین که هر یکی از این صحابه اهل بیت می توانست رهبران دنیا بشن، دنیا را بسازن. و از لحاظ اقتصادی همان چنان حضرت مدیریت کرد که آخر همه صحابه که سنگ به شکم بستن، شبها و روزها گرسنگی کشیدن و فرزندانشون چنان سیر شدن که حیران بوده پول کجا بگذارن. در اون زمانه سیستم زندگی اون زمانه بالاخره بانکداری نبود اون زمانه، و بانکداری باید تاریخ داره در انسان، لحظه اینها حیران بودن پول کجا بگذارن، وسایل کجا بگذارن. زندگی مادی مردم تغییر خورد، زندگی معنوی مردم به سعادت رسیدن، به خوشبختی رسیدن. و این برنامه اقتصادی حضرت یوسف وقتی الله تعالی حاکمیت داد، حکومت داد، حضرت یوسف علیه السلام مال مصر نیستن، مال کنعانن، به عنوان برده به مصر آورده شدن، فروخته شدن، آخر سرشان به زندان افتاد. ولی چنان شایستگی، چنان لیاقت، چنان صداقت، چنان امانتداری، چنان شرافت و کرامات که از زندان پایشون به وقتی که خواب پادشاه تویش یک معمای شده بود برای پادشاه مصر، خواب دیده بود، استرس پیدا کرد، اضطراب پیدا کرد، برای خواب تلاش کردن که معبر پیدا بکنن، کسی نتوانستی خواب پیچیده پادشاه را تعبیر بکنه. و آخر کسی گفت توی زندان یک مرد شایسته هست از همون کسانی که با حضرت یوسف همراه بوده. بالاخره حضرت منا بپرستید تا از زندان تعبیر بیاورم.
این تعبیر خواب را، خواب پادشاه را که آورد، یک برنامه اقتصادیه. اللہ تعالی در خواب به پادشاه نشان داده که 7 سال قحط میای، اول 7 سال آباد میشن، بارندگی رودخانه نیل پر از آبه و 7 سال تمام باید شما کشاورزی بکنید و گندم ذخیره کنید. این سیلوهای امروز نبودن که گندم نگهداری کنن، گندم ها را توی خوشه نگهداری کنید و از خوشه بیرون نکنید، به اندازه نیازتون که خوردن مصرف بکوبید و از خوشه بیرون بیاورید. وقتی که این خواب مختصر پادشاه را چنان تعبیر داد که پادشاه هم حیران شد، گو این شایسته زندان نیست، این را زندان بیرون بیارید، بیارید. وقتی رفت اونجا شرافت حضرت یوسف نگاه کنید، متانتش را، عقلش را. حضرت یوسف گفت که تا زمانی که این خواب منا، ببخشید گفت پرونده منا که من آوردم به زندان مشخص نشه، بیگناهی من روشن نشود، من از زندان نمیام بیرون. پادشاه را بگو که تو او زنانا که خواستم منو بلغزانن، شما اونها را بپرسید که یوسف چه انسانی است. بالاخره یا من به گناه آمدم توی زندان یا بی گناه آمدم. پادشاه اونها را خواستا که همه گفتن که یوسف جز پاکی، جز شرافت دیگه هیچ چیزی در یوسف نیست، حیا در یوسف. حرف یوسف درسته، به ناحق به زندان افتاده است. تحقیق کردن بعد حضرت یوسف آمد و بالاخره حضرت یوسف و پادشاه وزیر اقتصاد کرد، وزیر دارایی کرد. اقتصاد، مدیریت اقتصاد را پادشاه به دست یوسف کو این شایسته که این اقتصاد مدیریت بکنه و در آینده پادشاه میگه که حالا تمام امور شما کنترل کن، مملکت در دست شما. و یوسف علیه السلام چرا مملکت اداره کردن در 7 سال قحط نه اینطوری قحط معمولی بشه، هیچی نبود، تمام ملک خشک شد، باران نبارید، رودخانه آب نیاورد. چنان اداره کردن که مصری ها سیر بودند در این 7 سال قحط و جهان می آمد، مردم از شام که سرزمین سرسبز و آباده و از دنیا که قحط زده بود می آمدن و از اینجا برای خودشون مواد غذایی می بردن، ارزاق می بردن، نیازهایشون را از اینجا بر می کردند و بردن. و حضرت یوسف انبار غله قرار داد مصر، انبار نیاز موادهای مورد نیاز انسان ها را انبار کرد اینجا که 7 سال قحط را چنان اداره کرد که اصلا معلوم نشد که قحط. و همه لحاظ معنوی، اخلاق، اعتقاد و ایمان حضرت یوسف پیامبر الله و مردم را به مردم رسیدگی کردن، هر دو بعد در نظر گرفتن. حکومت حضرت یوسف یه حکومت جامع بود، حکومت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم یک حکومت بی‌نظیر بود. دنیا را پیش بردن، دین پیش بردن، مردم را سیر کردن. مدیریت صحیح، مدیریت درست اونه که جامع باشه، نه تنها در یک بود بره، یک بود بسازه، بود دیگه ویران باشه. این عرض حضور شما که تخلق به اخلاق الله نیست، از سنت های الهی و روش های خدا الله تعالی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم می فرماید اتباع بکنه. الله رحمتش گسترش داره، گستره رحمت الهی
چنان وسیعه که بود مادی هم در نظر گرفته، بود معنوی را. ببینید 11 ماه خبر از روزه نیست، شما را اجازه داده که بخورید و تقویت کنید بدنتون، حاضرش که روزی الله بخورید. 1 ماه روزه، 1 ماه روزه هست از 11 ماه. ببین چقدر الله آسان گرفته، بود مادی را در نظر گرفته، بود ظاهری را در نظر گرفته، کارهای دنیوی ما را در نظر گرفته، کارهای معنوی، بود معنوی را در نظر گرفته. خلافت الله تعالی یعنی همین عزیزان من، یعنی همه ابعاد. بشر نیاز به آزادی داره، بشر نیاز به عدالت داره، به انصاف داره، بشر نیاز به ایمان داره، بشر نیاز به اخلاق داره، بشر نیاز به وارستگی داره، به عمل کرده صالح داره، بشر نیاز به ارتباط با خدا داره، بشر نیاز به ارتباط با خلق داره، با جهانیان داره. حاکمیت و حکومت، هر حکومت در دنیا باشه باید تمامی ابعاد در نظر بگیره، برای خلق خدا، برای ملت خودش. ملت از بعد معنوی بسازه، ملت از بعد ظاهری بسازه، با برنامه ریزی، نه به حرف. حرف تنها هیچ تأثیری نداره، حرف باشه عمل نباشه، بلکه این برنامه ریزی بکنه که معنویت، اخلاق چگونه فاضل بشن. اخلاق فاضله که بالاترین نعمت اخلاقه. ملت از لحاظ اخلاق ساخته بشن، ملت از لحاظ ایمان ساخته بشن، اعتقاد پیدا بکنن با الله، ارتباط ایمانی با پروردگار، محبت با الله تعالی، محبت با بالاترین خیرخواه من و خیرخواه انسانیت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. و ملت از بعد معنوی بسازه، ملت از بعد مادی بسازه. کشورداری، حکومتداری تنها در یک بعد نیست. امروز در بخش بزرگ از جهان تنها به یک بعد رفتن. البته به بعدهای دیگه هم کار میکنن، به اخلاق کار میکنن، فرهنگای خوب را میآورند توی کشورهای خودشون، ولی خیلی مشکل بعد موجود هست از بعد معنوی توی دنیایی که به هر حال بعضی مسائل قبول ندارم. ولی کشورها از لحاظ مادی کار کردند، بسیار کشورها صنعتی شدند و صنعت پیشرفته دارند، اقتصاد نداشتند، اقتصاد قوی و قطب اقتصاد شدند، ملت اسیر کردند. از لحاظ اقتصادی در سطح بالان، با فقر مبارزه کردند، با بیکاری مبارزه کردند، مردم مشغول کردند و مردمشون با خیال راحت زندگی میکنند، دغدغه نیست، مشکلات نیست. و اما کاملترش آنه که هم از لحاظ بعد مادی بسازه و قطب اقتصاد بکنه کشورش را، دیگران بیاین اونجا سیر بشن، همانطوری که سیدنا یوسف علیه السلام برنامه داشتن، و هم از لحاظ معنوی بسازن، اخلاق بسازن و موفق بشن در هر دو بعد، در ساختن مردم. از برنامه های
انبیاء اتباع بکنن، از برنامه رب العالمین، برنامه فطرت اتباع بکنن و کشور بسازن که این ماه رمضان یکی از همین برنامه هست که من عرایزم را آخر بگذارم. و لحظه امروز متاسفانه ملت ایران خیلی سخت گیر کرده در مسائل اقتصاد و معیشت، بله سخت‌ترین شاید روزها باشه در کشور ما، در جمهوری اسلامی. و ما در بعد مادی موفق نبودیم. کشور با این پتانسیل، با این استعداد، با این امکانات میتوانست پیشرفت کنه، میتوانستیم در 44 سال قطب اقتصادی بشه، از لحاظ صنعت بهترین صنعت داشته باشه، رقابت کنه به کشورهای منطقه، از لحاظ اقتصاد رقابت بکنه. پول ما میتوانست با پول دنیا رقابت بکنه. مدیریت یعنی این، برنامه‌ریزی یعنی این، مردم سیر بشن، وضعیت معیشت مردم در سطح بالا بره، چندین برابر و صدها برابر از رژیم گذشته بشه، از زمان گذشته بشه. برای اینکه ما این فرصت خیلی زیبای و امکاناتی که ما داشتیم امکانات خیلی زیادی بود. نفت به بالاتر از $100 فروختیم، علاوه از امکانات دیگری، کشاورزی که در ایران هست، معادنی که در ایران هست، زمین هایی که ایران داره، دریاهایی که داره، همه این امکانات، معادن خیلی قوی. موقعیت جغرافیایی ایران یک موقعیت بسیار استراتژی و استثنایی. مردم شریف ایران، مردم خوب ایران که بالاترین سرمایه ایرانن، بالاترین دارایی ایرانن، مردم ایرانن، مردم مستعد باهوش. از این استفاده می کردیم که متاسفانه این حالا به وضعیت مردم رسیدن که امروز ارزان میخرن و فردا گران میفروشن، پس فردا گران میخرن و عمرترش ارزان میفروشن. یک روز ارزان، یک روز گران، یا چند روز گران. و لحاظا بازاری ها موندن که چکار کنن، بازار ببندن. میگن شما بازار بستی، کسب و کار کنن که کسب و کار وقتی بازار ثبات نداره، وقتی اقتصاد ثابت نباشه، بالاخره این کاسب ضرر میکنه. دلار هم میخرند که دلار گران شده، یک مرتبه میبینی که برگشت کرد دلار. حالا حیران میشه چیکار. جنسا حالا تو بازار که کسی میره و کسی که برداشت داشته میگن نه پول اول بگذار بعد جنسا ببر، و هم نمیدم به هیچ کسی. میگن که الله ما بدیم به شما و فردا گرانتر بخریم، و این نمیشه، باید پول نقدی بدید. و خیلی تنظیم ها به هم خورده، خیلی برنامه ها به هم خورده است و این مشکل بزرگی برای مردمه. من باور کنید بعضی گزارشن که من میرسه که خیلی فشار میاد بر سر انسان، از روستاها، از حاشیه شهر گزارش میرسه که مردم میگوین ما برای سحر که بلند میشیم نداریم چیزی بخوریم،
موقع افطار بسیاری هستند شما به خودتون قیاس نکنید. ضعفا را ببینید، اونایی که درآمد ندارند، اونایی که درآمدشون پایینه، اونایی که مسئول نیستن، کار ندارن، برای افطار چیزی ندارن که بخورن، برای سحر چیزی ندارن که بخورن. همین یک دو روز قبل عزیزان تشریف آوردن دفتر و ریش سفید بودند و گفتن که ما دو خواسته در دو مطلب داشته که همین بود که گفتم به ملت رسیدگی بشه و که این مردم هیچی ندارن از زندگی مردم، خصوصا توی روستاها گزارش تکان دهنده موجوده. توی شهرها اونایی که خانه ندارن، قدرت کرایه خانه ندارن و خانه به دوش شدن، میرن توی خیابان ها میخوابن و این همه این مدیریت در دست حاکمیت بود هست، در دست دولت و بالاخره زندگی تکی به این صورت میتواند ادامه پیدا بکنه. یک طرف این مشکله و متاسفانه مشکلات دیگری که وجود داره از لحاظ اخلاقی، از لحاظ معنوی ما نتوانستیم برنامه صحیح بریزیم، برنامه انبیاء را پیاده بکنیم. وقتی که نظام ما نظام اسلامی بود باید ما در بعد معنوی همون برنامه انبیاء را می داشتیم و خیلی مشکلات موجوده، از لحاظ معنوی موجوده، از لحاظ دینی موجوده. برنامه ریزی صحیح نتوانستیم بکنیم که ایمان ها را بسازیم، اخلاق ها را بسازیم. و الان همه این مشکلات هایی که در داخل بروز می کنند، امین بالاخره اعتراضاتی که در چند ماه گذشته یا سالهای گذشته بوده، بالاخره از همین مشکلات ها هست، مشکلات های اقتصادی، مادی، برنامه ریزی. این نتیجه برنامه ریزی ناکارآمدی مدیران بوده، برنامه ریزان بوده و اینه که ما اهل کار، انسان هایی که مدیریت دارن، انسان هایی که شایسته کاران، لایق کاران، میتونن صحیح مدیریت کنن، صحیح اداره کنن. برای کشور نیاز داشتیم که از این استفاده نشد متاسفانه. کار وقتی که به آدم توانمند نباشه، اهل کار نباشه، قوی و امین نباشه، هم قوی باشه هم امین. یک حرف یک دختر هست که ازدواج هم نکرده، میگه پدر شما کسی را به کار بگیر که شایستگی داشته باشه، هم قوی باشه، یعنی بر کارش مسلط باشه، کاردان باشه، کارش را بدانه چه بکنه و هم امانت دار باشه. این درس مال قبل از اسلامی. یک قول یک دختری را الله تعالی که در یک خانه شایسته و صالح رشد کرده بود، حرف او را الله نقل کرده و تا امروز و تا قیامت هست. میگه برای کار آدم قوی، آدم امین، امانتدار که خیانت نکنه، از کار ندزده، سوء استفاده نکنه، شما او را به کار بگیر. و همونطور شد و اون حضرت شعیب بود یا هر بزرگ دیگه بود، همون حرف دختر را قبول کرد. کشور ما نیاز داره به آدمان قوی، نیاز داره به آدمان امین
نه اینکه جیب خود را پر کنن، نه اینکه زندگی خودشون را بسازن، بلکه زندگی جامعه را بسازن، ملت را بسازن، امانتدار باشن که یک ریال جا به جا نکنن. کشور نیاز داره کسانی که در راس امورن بدونن که با این صورت که میره با این مدیران کشور اداره نمیشه. معجزه اتفاق نمیفته. این فکر از خیالتون دور کنید ما در دنیای اسباب زندگی میکنه. یکی میگه فلان میآید، دستی از غیب میآید. نه خیر، از دست غیب خبری نیست. شما را الله تعالی بینایی داده، شما را امکانات در دست شما گذاشته، چرا دست غیب بیاید؟ دست شماست. شما فکری برای ملت برداری، چاره برای ملت برداری، چاره برای کشور فکر کنید، راهی خیال کنید. و بهترین راه که برای شما فکر میشه، بهترین راه اینه که شما با همه ملت بشینید، توصیه این خیرخواه تون را قبول کنید. زندانی های سیاسی را زنن یا مردم بیرون کنید از زندان. بشینید ببینید که ملت راه چیه، با چه صورتی باید ما عمل کنیم که اکثریت ملت داشته باشیم، رضایت مردم داشته باشیم. شایستگان کیان که کشور می سازن؟ در کجا زندگی می کنن؟ تو اروپا زندگی می کنن؟ در کجای گوشه دنیا؟ تو ایرانن؟ دنبال یک طیف نباشید، دنبال یک کشر نباشید. کشرگرایی، مذهب گرایی با بنبست روبرو شده است. با جناحگرایی کشور به بنبست رسید و کشور از بنبست خارج کنید و این بنبست از خارج زمان میشه که بالاخره شما نگاهتون تغییر بخوره، ما نگاهمون تغییر بخوره، نگاه عوض کنید و لحظه ببینید مردم چه میخواهند. مردم ایران بالاخره جمهوری هم به معنای مردم ایرانه، اسلامی هم به معنای اسلام و هم مردم. اسلام هم تکیه بر مردمی داره. مردم ملاکن، نظر مردم حیاتیه و نظر مردم اعمال بکنید. دنبال مدیران بگردید، دنبال توانمندان. شما اگر بالاخره در مسلمانان دیدید، در متدینان دیدید، هم توانایی ملت شایسته مناسبه اگر ندیدید، شما از هر کس استفاده بکنید تا این کشور از این بحران، هم بحران معنوی و هم بحران مادی بیرون بیاید و مردم هم بتوانند، مردم مسلمان اینجا اکثریت قاطع هم خدا را بندگی بکنند، هم راه دین را بتوانند که ببرند، ادامه بدن، هم بالاخره دنیایشون ساخته بشه. و الا
امروز یک چیزی که ما میترسیم از اون تکان داده همه ما را اینه که دین گریزی درست نشه، ما سبب نشیم که مردم از دین فرار نکنن. مردم که گرسنه باشن، شکمشون درد بکنه، جیبشون خالیه، وضعیت معیشت و اقتصادشون خرابه و چه انتظارات من شما از اینا داریم؟ چقدر تحمل کنم؟ و این یک نکته. و نکته دیگر در رابطه با همین مسئله حجابی که الان در کشور خیلی سر و صدا ایجاد کرده است و بسیار به حرف آمدن و ما اینا قبلا هم صحبت کردیم در این باره و مناسب میبینی که من چند جمله در این باره حرفی عرض کنم. و اینی که ما متاسفانه همین که من بنده عرض میکنه مشکلات و این چالش هایی که ایجاد شده، بالاخره این مسائل از عوارض همین هست. زنان الان عصبانیان و چرا که متاسفانه او حق و حقوقی که اسلام برای زنان گذاشته و توی دنیا بسیاری از دنیا ارزشی که زنان دارن، وقتی زنان در کشور ما احساس میکنن که حقوقشون رعایت نمیشه و حرمت نداره زن، همین برخوردهایی که عرض کنم که امر بالمعروف و نهی از منکر یا پلیسی که برای حجاب مبارزه کرد و بالاخره به زنان اهانت شد، به زنان توهین شد و اون جایگاه که زن داره، زنان توی بازداشتگاه ها احساس کردن که مورد حد که حرمت شدن زنان و مردان. اونهایی که از زندان برگشتن شکایت کردن که به اونها بدرفتاری شده، اونها مورد شکنجه قرار گرفتن و این کار بسیار اشتباهی بود. این مسائلی که زنانی که برای همین مسئله حجاب در برخوردها کشته شدن، زنها را عقده‌ای کرد و زنها الان ناراحت و گرچه توصیه ما به همه خواهران، به همه زنان آنه که اونها بالاخره حجاب را که هم از لحاظ اسلامی حجاب مهمه و هم از لحاظ این که این فرهنگ مردم مشرق زمینه و هم فرهنگ مردم ایرانه، فرهنگ ما بوده، این فرهنگ ما مراعات کنیم. منم بندم توصیه به مراعات میکنم و تاکیدم میکنم، ولی توصیه بندانه که با برخوردهای خشن و با برخوردهای تند با زنان برخورد نشود. معتقد به توصیه هستم، معتقد به تاکید هستم در این باره، معتقد به تدبیر هستم، معتقدم که هوشمندانه بقیه مسائل ببینید، شما تنها نگاه نکنید این مسئله که این زن روسری هم نگذاشته سرش، چادری هم نگذاشته سرش، این نگاه نکنید. شما نگاه کنید که این زن ناراحتی دیده، این زن بر سرش فشار آمده، این زن در حقش کوتاهی شده، حرمت داره. این زن یا مادره یا خواهره یا دختره یا همسره، همه این عزیزان، همه اینها دوست داشتنیان. زن جایگاه داره در اسلام، در همه فرهنگ ها و در اسلام از همه فرهنگ ها بیشتر. ولهذا با خشونت بنده معتقدم که نتیجه نمیگیره. تدبیر بکنید، شما رسیدگی بکنید، حرمت بگذارید به زنان، احترام بگذارید
نباید برخورد خشن بزن انجام بگیره. و این میتوانه اگر ما و احترام برگردانیم از زنان، از معترضان، که با معترضانی که من با خشونت تا قبول ندارم، اختشاش قبول ندارم که کسانی مغازه بسوزند و بانکی بسوزند و اداره بسوزند و اموال عمومی، ولی اعتراض سالم این حق قانونیه، قانون داده اینجا. کسی که در اعتراض سالم شرکت کرده نباید کتک بخوره، نباید حد که حرمت بشه، نباید بازداشت بشه، نباید زندانی بشه، چون قانون داده. اگر این قانون قبول نداریم که هیچی. ولی صحبت روی همینه، وقتی که قانون را کسی قبول داره، قانون همه ابعادش را باید قبول، اونی که بر علیه شما از قبول کنید، اونی که دولت حاکمیت نخواهد قبول بکنه، اونی که به نفعش قبول بکنه، همه اینطور. شما اون که قانون اجازه داده قانون عوض کنید، و یا این که حق بدید و اندازه که قانون. ولهذا اینها را که زندان کرد، این باید از اینها دلجویی بشه. 500 و خورده نفر در ایران روی همه اعتراضات کشته شده. اونی که سلاح داشته و با سلاح جنگیده شما زدید، حق شما بوده. ولی اونی که پرچمی در دست داشته، فلاکارت در دست داشته، فریادی زده، هیچ کسی حق کشتن او را نداشت. هیچ کسی حق نداشته که مردم نمازگزارا بزنه، هیچ کسی حق نداشته. مردم ایران هستند، اینها صاحب همین وطنند. و شما میگه که دولت و نظام خدمتگزاری مردم، بالاخره شما باید به ملت احترام قائل باشه. ملت هم حال شما را مراعات کنه، دو طرف مراعات کنه. ولی اینا که وقتی حق قانونی دارن، گرسنه مشکل دارن، به مشکل گیر کردن، وقتی قانون به اونا حق اعتراض داده، شما به اونا برخورد نکنید، بگذارید حق قانون سالمه، بگذارید. جای کسی به مغازه دست می اندازه، به بانک امنیت اتصال میکنه، شما حق دارید دست او را بگیرید، همون را بگیرید، ولی با گلوله نزنید. مگر کسی که سلاح برداره، مگر کسی که مجوز قانونی علیه که محارب و اون مسائل، این ما قبول نداری که معترض، هیچ کسی از علما قبول نداری که معترض محارب بشه. با این مردم کنار بیایید. من این خیرخواهانت توصیه می کنم به علما، به رهبران مملکت، به مدیران مملکت، به مسئولان، با این مردم بشینید. این مردم ایران ولی نعمتان، با اینا بشینید، با اینا کنار بیایید، با اینا حرف بزنید. اگر اینها معتقدن، من یک حرفی بگم خدمت شما که اینها جمهور این مردم اکثریت معتقدن که با این صورت که الان مملکت اداره میشه کشور، با این صورت مشکلاتی حل نمیشه. شما این ملت عاقلانه بشینید و قانع کنید، زندان نکنید کسی را. با زندان هیچ کاری نمیشه. یا قانع بشید که خواست ملت چیه، اکثریت چه میشه. او که اونهایی که الان مثلا مطرح میکنن همه فرسی را روی همین مسئله، که اگر شما ببینید که اکثریت قاطع آقا 80% مردم کشور، 70% کشور مردم چه میخواهند؟ هر چه میخواهند ما باید
با بشینیم و مشکلات حل کنیم که کشور از دو بعد، هم بعد معنوی عقب نمانه و هم از بعد مادی عقب نمانه. کشور بره به سمت هم اقتصاد پویا و این دغدغه پولی نمانه، پول با ارزش پیدا بکنه، مردم ما توی دنیا ارزششون بالا بره، کشور ارزشش بالا بره و این به یک کارهای جزئی و بعض حرکات که انجام میگیره این به کارهای جزئی انجام نمیگیره، این به جابجایی وزیری و به جابجایی مدیری و با بعض ارتباطاتی که هم ما برقرار میکنیم خوب ارتباطات، ولی با اینها مشکل حل نمیشه. مشکل درسته، رابطه روابط با کشورها با ملتهای جهان حیاتیه، ولی 10 برابر حیاتی تر تغییرات درونی هست که ملت ما توجه کنیم و با ملت رابطه من خوب بکنیم و با مردم خودمون بشینیم مسائل خودمون حل بکنیم. و آخری ارزم خدمت همینه که این مسئله هویت و مسئله شناسنامه یکی از مهمات امور اقوام ایرانی که در ایران زندگی میکنند، همه اقوام تاریخی هستند و همه این هم مرزداران ایران بودند و لحاظ از همه اقوام یکی قوم بلوچ هست که به هر حال اینجا قبرستان دارند که این وطن نگهداری کردن، این سرزمین نگهداری کردن، جنگیدن با دیگه ملت های مهاجم و متجاوز و این سرزمین نگهداری کردن و او زمان مرز نبوده، مرز بعدن آمدن، مرز پاکستان، مرز افغانستان، مرزهای آبی اینها نبوده. مردم شناسنامه هم مطرح نبوده، شناسنامه تاریخش طولانی نیست در ایران، بیش از 100 ساله، ولی هزار شناسنامه نبوده. مردم همین بر زندگی کردن، رفت و آمد داشتن، بعضی رفتن اینجا که خشکسالی شده رفتن تو افغانستان، رفتن پاکستان و این مردم اقوام اینجا، قوم هایی که اینجا زندگی میکنن بسیار در هیچ جایی هم نرفتن، اینجا شناسنامه ندارن، اینجا اصلا زندگی میکنه شناسنامه نداره. همین طوائفی که رئیس فیدن شد تو همین جمعیه بخش نشسته، شما هر کسی را بپرسید اونا میدانن که اینها در همین طوائف هستن افراد زیاده که شناسنامه نگرفتن، یک خانواده فرزندان یک پدر، چند نفرشو شناسنامه گرفتن، چند نفر نگرفتن، خواهران نگرفتن، برادران نگرفتن. ولهذا این گیر دادن متاسفانه همین مسئله هویت و شناسنامه این مسئله واقعی نبوده، اینجا سیاسی بوده در گذشته. تو همین مسئله انتخابات ها و همین مسئله رقابت های قومی و بالاخره گیر دادن و خیلی مردمان که الان ایرانی الاصلن توی همین شهرها زندگی میکنن، توی استانن، توی کشورن، از خدمات محرومن، فرزندانشون از تحصیل محرومن و خدماتشون نمیرسه هیچی و شناسنامه ندارن و این بزرگترین موضوع و مشکل استانی. الان بعضی را میگیرن زنده میکنن که گفته که این هویتشون هویت ایرانی. بابا اینجا پیدا شده 40 سال عمر، 50-60 سال این همه ایرانیات رفتن در کشورهای دیگر شناسنامه گرفته اونجا، دو تابعیتی دارن، تابعیت ایران دارن، تابعیتی اونجا دارن. دنیا همینطوره، تانا ایرانی هستن، افغانان رفتن در دنیا اونجا شناسنامه دارن، تو افغانستان شناسنامه ای دارن، پاکستانی هندی سندی عربان و مصریان
مال کشورهای دیگران. دو تابعیتی دارم اونجا که ماندم 5 سال بعد کشور که بمانه اینها را به عنوان وطنی میپذیره، از همه حقوق بهره‌مند، از همه مزایا به عنوان وطنی نگاه میشه. اینجا که بعضی را گرفتن اونها رو دیگه شما وطنی ما را گرفتید، شما مردم ما را گرفتید. و چرا که اینا به طبیعت اون پذیرفتن و این قوانین بین المللی یا قوانین دنیا چرا این رعایت نشه؟ چرا این ملت با مشکل گیر بکنه، موزل گیر بکنه؟ مسئولان و روی این مسئله فکر کنن. یکی از خواسته های به حق جامعه ما است. برای اینها باید چاره سازی کرد، برای اینها باید برنامه ریزی کرد، حق ملت ضایع نشه، اینها در از حقوق دفاع کرد باید. و آخرین نکته همین یک فیلم میگرده از مسجد الاقصی که بالاخره ماموران دولت حمله میکنن توی داخل مسجد و نمازگزاران کتککاری کنن و میزنن و مسجد الاقصی یکی از عبادتگاه های تاریخی جهانه، در ردیف مسجد الحرام، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الاقصی یا مسجد الحرام، مسجد الاقصی، مسجد النبی، 3 عبادتگاه بزرگ دنیا. و این خیلی تو یک مسجد معمولی کار ملامت و محکومه که تو مسجد به حرمتی بشه، ماموران داخل بشه تو مسجد نمازگزاران بزنن و این به حرمتی به خانه خدا هست. و لحظه بعد این نوع مسائل و ما امیدواریم که این مشکلات از دنیا حل بشه. هر کس تندروی بکنه، هر کس بالاخره این تندروی بکنه و حرمت ها را در نظر نگیره و احترام ها را در نظر نگیره، عرف بین المللی را در نظر نگیره، عرف جهانی را در نظر نگیره، قوانین این به هر حال برای خودش مشکل درست میکنه. باید فکر کنه و ما امیدواریم که یک روز مردم فلسطین به حق حقوقشون برسانه که ما میگیم توافق عادلانه میگیم. آیا هست در دنیا کسی که مخالف توافق عادلانه باشه و افراطیه و تندرویه؟ حالا این مسلمان باشه و غیر مسلمان باشه. ما میگیم توافق عادلانه. بعضی انتقاد کرده که تو گفتی صلح، ما میگیم صلح عادلانه که حقوق رعایت بشه و نگفته که صلح مطلق، صلح ظالمانه، عادلانه. فلسطینی ها به حق حقوقشون برسن، به استقلالشون برسن. بعضی کاسه ها هستن که از آش ناخترن. باید فلسطینی راضی هستن که به حقوقشون برسن، به سرزمینشون به اونها برگرده. مسجد بیت المقدس هم مال اونها هست، بالاخره برسه به اونها. این صلح و این توافق ما میگین که این بالاخره هر جایی که توافق باشه خوبه. الان مردم اوکراین هم همین میخوان، ما هم میگیم که روسیه و اوکراین توافق کنن و روسیه اگر دغدغه داره دغدغه‌ش هم رفع بشه و اوکراین هم به سرزمینش حاکم باشه. سرزمین اوکراین مال اوکراین ده، مال روسیه نیست. و اگر روسیه حرفی داره باید این حرفش را گوش کنن. دغدغه‌ای داره دغدغه‌اش گوش بشه، نگرانیش رفع بشه، توافق حاصل بشه. و چینی ها اگر این کار انجام بدن، چینی ها
اگر این کار انجام بدن و وساطت بکنن که زمینه برای اونا فراهم ہے، این احسان، این خوبی برای مردم چین میمانه. شرایط برای هیچ کسی اینقدر فراهم نیست که برای چین فراهمه. چینی ها باید ورود کنن و این جنگ خانمانسوز، این جنگ ویران کن که انسانیت را داره تباه میکنه، اینا باید به توافق برسه، توافق عادلانه، توافق خوبه، صلح خوبه. و صلی الله علی سیدنا محمد. به هر آخری حرف من که من مقداری همین بود که باید این عشره اخیر که داره می آید این قدر بدانیم. من بنده به همه مردم ایران زمین، به همه مسلمانان که اعتقاد دارن توصیه مانه که فرصت از دست ندید. به خدا فکر بکنید، برای آخرت تو فکر بکنید. تنها دنیا نیست، دنیا می گذره. الان شما از دنیا زیاد مشکلات دارید و راضی نیستید. همین دنیا بالاخره می گذره، ولی آخرت من شما گرفتار عذاب نشیم. این فرصتی که رب العالمین آورده استقبال کنید از پروردگار و برنامه خدا، استقبال کنید از ماه رمضان و استقبال کنید از عشره که پیدا هست داره می آید، عشره رحمت و عشره مغفرت و این خیلی ارزشمند. شبهای قدر، شب قدر که بیش از 1000 ماه ثواب داره در همه عشره و این عشره که می آمد آن حضرت تمام شبها را زنده نگاه می داشت و اعتکاف می کرد، می رفت توی مسجد شبها تمام زنده نگاه می داشت و زن و بچه‌اش را بیدار می کرد که عبادت بکنند. این فرصت زرینه، این فرصت استثنائیه، این فرصت بی‌نظیره، این نشان رحمت خدای. خدا نمیخواد من شما را زحمت بده، ولی میخواد بر من شما رحمت کنه. زکاتایتون ادا کنید و ذکر خدا را، تلاوت خدا را، عمل صالح به کثرت انجام بدید. به فقرا برسید، به یتیم ها برسید، به مستمندان، به خانواده های زندانی و کار خیر انجام بدید. دستتون دراز باشه در این ماه، دستا نگاه ندارید، در حد تواناییتون بدید به مردم، کمک کنید جوفرا، مساجدان، مدارسان، به اینها برسید. همه مدارس این دارالعلوم زاهدان هست که بزرگترین مدرسه است که همه مسلمانان امید خیر دارن، سبب خیر شده و شما این مدرسه را تقویت کنید، به مدرسه برسید، به مدرسه بیایید خودتون، دیگه مدارس هم توجه قرار بدید. به مسجد که مردم علاوه هر جمعیان برای بازدید مسجد و ستونایش هنوز همون بطونن و خیلی چیز کار مانده، البته آخری کار هست. والا نماز برگزار میشه، حالا خواهران میان، برادران میان بازدید و لحاظ شما این زودتر تمام بکنید و حمایت کنید. والله شما را جزای خیر بدهد و صلی الله علی سیدنا محمد. یک تشکر ما به شما بدهکاریم که هفته گذشته توصیه کردیم که به ذکر کنید و بالاخره با سکوت تشریف ببرید به محلتون. ماه رمضان هست و انشاءالله همون مسئله رعایت بشه، همون طور رعایت بکنید و الله تعالی شما را خیر بده و مسائل شما مطرح میشن، صحبت میشه روی مسائل شما. مسئله شهدا که تاکید دارم بسیاری فراموش نمیشه، مسئله حق و حقوق مجروحان شما فراموش نمیشه، حق و حقوق شما مطرح میشن و حقوق مهمترین حقوق ما میگیم حقوق ملی هستند، چون حقوق ملی برای همه ملت ایران، برای یک کس نیستند. ما با تمام ملت ایران ما امروز به دردیم، دل ما برای همه ملت ایران، ما همه ملت ایرانن، هرچی که در ایرانن ایرانیان، ما برای همه دل سوزیم و معتقدیم که باید برای همه دل سوز باشیم و تا او زمانی که ملت ایران راحت نشه و ملت ایران به حق و حقوقش نرسه
این ناراحتی ما داره برای ما شیعه سنی فرق نمیکنه. مسلمان و غیر مسلمان، اونایی که توی کشور زندگی میکنن حقوق انسانی دارن، حقوق شهروندی دارن و ما برای تمام اینها به هر حال نگرانیم وقتی که حقوق شهروندیشون نرسه دغدغه و شکایت داشته باشن و دعا میکنیم در این ماه که الله درهای رحمتش را باز بکنه و فرج بیاورد و این مشکلات حل بشه. و صلی الله علیه و